سلام، من نازیلا هم به چنل خودتون نازجیمبت خیلی خوش اومدین. بعد از یک مدت طولانی برگشتم که دوباره ویدیو بذارم. این مدتی که نبودم خیلی اتفاقای زیاد و بزرگی توی زندگی من افتاد. خیلی تغییرهای بزرگی رو تجربه کردم که امروز اینجام که توی این ویدیو یک مقدار راجع به اینا باهاتون صحبت کنم و بهتون قول بدم که از این به بعد به صورت منظم ویدیو بذارم. یکی از بزرگترین اتفاقایی که سال گذشته برای من افتاد این بود که ازدواج کردم و خب الان توی خونه خودم و همسرم زندگی میکنم و دیگه اون اتاق قبلی و خونه مامان و بابا نیستم. مدت‌ها درگیر این جابجایی و خرید وسایل و اینجور چیزا بودیم. خیلی دوست دارم که این خونه رو بهتون نشون بدم. شاید توی یه ویدیو به زودی خونه رو هم بهتون نشون بدم، یه هوم تور داشته باشیم که خونه ما رو هم ببینید. یکی دیگه از تجربیاتی که سال گذشته داشتم این بود که امتحان آیلتس دادم و خودم از نتیجه که گرفتم راضیم. اگر دوست داشتین میتونین توی کامنت ها بنویسین راجع به آیلتس یا کلا زبان خوندن و اینجور چیزا هم با هم صحبت بکنیم. یکی دیگه از چیزایی که سال گذشته خیلی باهاش درگیر بودم و همچنان هم تا حدودی درگیرم مقابله با اضطرابم بوده که یه جایی خیلی برام شدید شد و غیر قابل کنترل شد و احساس کردم که نیاز دارم کمک بگیرم. بعضی وقتا یه سری حمله هایی بهم دست میداد که احساس میکردم نفسم بالا نمیاد، ضربان قلبم یهو میرفت بالا، به سختی نفس میکشیدم، احساس میکردم ممکنه هر لحظه بمیرم. واقعیت اینه که این اضطراب همیشه همراه من بوده توی زندگی، ولی توی این مدت اخیر خیلی بیشتر شد. توی 1-2 سال گذشته بیشتر شد. میتونم بگم از بعد از حالا پاندمی کووید خیلی اینو بیشتر حس کردم، ولی تو 1-2 سال گذشته اصلا به نحو دیگه‌ای بوده برام. من فکر می‌کنم مسائل مربوط به فارغ التحصیلی، اینکه خب بعدش میخوام چی کار کنم، اینکه احساس می‌کنی زندگی جدی‌تر داره میشه و تو در آستانه 30 سالگی قرار گرفتی، همه اینا دست به دست هم میده که آدم‌ها مضطرب بشن. من بین دوستای خودم، اطرافیان خودم هم خیلی اینو می‌بینم که انگار احساس میکنی خب داری چی کار میکنی با زندگیت و اصلا این کاری که میکنی درسته درست نیست، شک میکنی به هر چیزی و همه اینا جزو پروسه زندگیه و مهم اینه که ما باهاش چجوری کنار بیایم. خب من احساس کردم که با این اضطرابه نمیتونم کنار بیام و داره به من صدمه میزنه و باید کمک بگیرم که خب شروع کردم به طور منظم تراپی رفتن. با تراپیستم راجع به این موضوع صحبت کردم، سعی کردم بیشتر خودم رو بشناسم، سعی کردم از این موضوع جلوگیری بکنم. در کنار اون حالا تراپی که با رویکرد روانکاوی داشتم، از دارو درمانی و کمک روانپزشک هم استفاده کردم و در نهایت این منم الان اینجا با تمام ضعف‌ها، کاستی‌ها، نقاط منفی که دارم و دارم سعی میکنم بهترشون کنم و کلی با خودم کلنجار رفتم که بتونم بعد از این همه مدت یه ویدیو ضبط بکنم و سعی کنم که به این کار ویدیو ضبط کردن پایبند باشم. خیلی برای من این کار سخت بود که امروز حالا بخوام آماده شم بشینم دوربین بذارم و یه ویدیو ضبط بکنم. اگر دوست داشتین راجع به همین تراپی گرفتن یا اینکه اصلا اضطراب رو چی کار بکنیم، کسی که با اضطراب درگیره اصلا چه علائمی داره، آیا شما هم فکر میکنید که اضطرابتون داره غیر قابل کنترل میشه یا نه، و اینکه آیا دوست دارید اصلا تجربه شخصی من رو بدونید، میتونید برام کامنت بذارید، میتونید با هم راجبش بیشتر صحبت کنیم. من راجبش حتما دوست دارم ویدیو بسازم و خوشحال میشم که سوالای شما رو بدونم راجبش. توی این خونه جدید من یه گربه جدید دارم به اسم جینجر که اگر توی اینستاگرام هم منو دنبال بکنین حتما تا الان جینجر رو دیدین و شناختین. توی روزای اولی که اومده بودم اینجا خیلی دلم برای هم مامان و بابام تنگ میشد، هم برای گربم فلفل که الان خونه مامان و بابامه. احساس میکردم که واقعا من یه گربه جدید میخوام و خیلی دوست داشتم که گربه جدیدم یه گربه نارنجی باشه، چون
گربه‌های نارنجی اخلاقای خاص خودشونو دارن، خیلی شیطونن، خیلی خیلی بغلی و اهل محبت و اینان. و جینجر رو به سرپرستی گرفتیم. از وقتی که جینجر اومد اینجا واقعا خیلی فرق کرده زندگی ما. درسته که خیلی شیطونه، وسایل رو خراب میکنه و همه اینا، ولی خب خوبیاش خیلی بیشتر از بدیاشه. در مورد مسیر این چنل و اینکه دوست دارم از این به بعد چه ویدیوهایی بذارم، واقعیتش اینه که خودم دوست دارم خیلی برم سمت ولاگ درست کردن و روزمرگی های من، شاید ولاگ های انگیزشی و همچنان کنارشون ویدیوهای آموزشی رو هم داشته باشم. اما خیلی دوست دارم که شما به من کمک کنید، بگید که شما دوست دارید چه مدل ویدیویی رو ببینید، چون مسلما من ویدیویی که میسازم برای مخاطبی میسازم که داره نگاه میکنه و اگر که شما دوست داشته باشید که بیشتر ویدیوهای آموزشی بسازم، سعی من هم همون خواهد بود. ولی معمولا طبق تجربه من ویدیوهای ولاگ خیلی بیشتر ویو گرفتن، شما خیلی بیشتر بازدید کردین و دوست داشتین و فکر میکنم که شاید میتونیم دوتاشو داشته باشیم. حالا هر کدوم که بیشتر بازدید بگیره، بیشتر لایک بخوره، بیشتر کامنت بگیره، اون رو بیشتر ادامه میدم. دوست ندارم که این ویدیو طولانی بشه، فقط میخواستم که بعد از این مدت طولانی که دلم واقعا براتون تنگ شده بود، دلم برای این ویدیو ساختن، این ستاپ گذاشتن و نشستن جلوی دوربین خیلی تنگ شده بود، دوست داشتم که یه ویدیو کوتاه بگیرم بذارم و بگم که من قراره برگردم و دوباره ویدیو بذارم. تغییرات مهم و اساسی که توی زندگی به اتفاق افتاده، شرایطی که عوض شده توی زندگی من رو خواستم باهاتون در میون بذارم. اگر موضوعی هست، سوالی هست، خیلی خوشحال میشم که ازم بپرسین توی کامنت ها. تو ویدیوی بعدی میبینمتون.